پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ وقتی که در راه حق در حرکت شد، نامش الله در قرآن آورد و برش عزت داد. پسر نوح راه غلط گرفت، الله جل جلاله امو عزت پیغمبری و اولادی پیغمبری رو برش هیچ چیز نکرد، غرقش کرد و بر نوح علیه السلام گفت که ولو بچیت اسراکن، پیروی از حق نمیکنه اهل تو نیست. به این صورت برادرای محترم، قصه یهود بر ما میگن که مغضوب علیهم، کسانی که بالایشان غضب الله نازل شد، یک مشکلشان این بود که اینا پیروی از شهوت نفس کردن، نمیتونستن که در وقتی که دسترخوان حوار شوه، ایمان خود تقاضا ازی نمیکنه که وقتی که دسترخوان اوار شد، در یک میمانی رفتی میز برات گذاشته شد، سیل کو که این حلال است این حرام است، برادر این مرغ از کجا کردی؟ والا صاحب در بازار از پشت پاکت نشته بوده میدن برازیل، پرودکت دین برازیل و امریکا، لکن در پشتش حلال نوشته بود. دیگه خلاص خارجی ها فهمیدن که بیچاره دیگه خود در مقابل شکم خود مقاومت نداره، برش یک نشک و حلال، خلاص گوشت خوکم بتش میخوره. پس اونا وقتی که نتونستن در مقابل شکم خود سر دسترخوان که برش مانده شد، میگه کدام قاضی صاحب بود شراب میخورد اول برش همت میداد، باز پسان که چند وقت بعد مزه دادش مبتلا شد، باز گفت خلاص بیار پرتو نامش نگی که چی است، از این خاطر گوشه بیار بر من مقصد پرتو خورده میره پشت از این نگرد که از کجا هست. مؤسسه برش ماش میده، خوب میفهم مؤسسه یهودی و نصرانی است، ضد قرآن و ضد دین کار میکنه، برای ترویج مسیحیت کار میکنه. این خلاص میگه نامش نگی، فقط یک مؤسسه است، سرش یک مختصر انگلیسی را مانده، برو کار کو، ولی خودش میفهمه که در داخل از این مؤسسه چی کارهایی میشه، لکن به خاطر از این کال نفس است، سر نفس خود پای مانده نمیتونه.